الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیت قرآن است و آیا بسم الله الرحمن الرحیم که در اول هر یک سوره قرآن نوشته شده است به جز سوره براءت از آیت همین سوره ها حسابیده می شود؟ و در همین مسئله سخنهای علما را با حجتش بیان بکنید. بارک الله فیکم. اولا خود بسم الله الرحمن الرحیم این آیت قرآن است. همین جمله آیت قرآن است. در سوره نمل آیت سوم الله سبحانه و تعالی میگه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. پس ببینید که بسم الله الرحمن الرحیم این آیت قرآن است. از سوره نمل آیت سوم هست، سیهم. و همه صحابه بگویم اتفاق کردند و همه علما اتفاق کردند که به بالای هر یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم نوشته می شود بجز سوره براءت. و در اولین قرآنی که در زمان صحابه نوشته شده بود، در زمان عمر و در زمان بارک الله فیکم عثمان و غیره، بسم الله الرحمن الرحیم در بالای سوره ها نوشته شده بود. و گذاشتن بسم الله الرحمن الرحیم در بالای سوره ها این توقیفی است، یعنی از جانب شریعت است، از پیش خود صحابه ها نگذاشتند بلکه از جانب شریعت است. برای اینکه حدیثی است که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نازل کرده میشد و در این حال میفهمیدند که پس این جدا کننده سوره هست، یعنی یک سوره تمام شده و سوره دیگر شروع می شود. یعنی جدا شدن سوره از همدیگر رو، فصلش رو در بسم الله الرحمن الرحیم میدن، بجز سوره براءت که به این هم بسم الله الرحمن الرحیم نگذاشتن رو خود شریعت بیان کرده است. پس توقیفی است. همه اتفاق میکنن که بسم الله الرحمن الرحیم در بالای سوره ها نوشته باشد. و بعد از این اختلاف کردند که آیا همین بسم الله الرحمن الرحیمی که در بالای هر یک سوره ها نوشته شده است از فاتحه تا سوره قل اعوذ برب الناس یا بگیم سوره موعظتین و سوره در آخر ناس آمده است، این از آیت قرآن حسابیده می شود؟ از قرآن حسابیده می شود یا نمی شود؟ البته علما به 4 مذهب اختلاف کردند و بعض از علما میگن به 3 مذهب. مذهب اول مذهب امام شافعی هست و مذهب عبدالله بن مبارک و غیر است که میگویند بسم الله الرحمن الرحیم در اول هر یک سوره این آیت همون سوره است. مثلا در سوره فاتحه اولین آیتش میگند امام شافعی این بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم آیت اول، الحمدلله رب العالمین آیت دوم سوره فاتحه از بسم الله الرحمن الرحیم است میگند. و در سوره های دیگر هم گویا عبدالله بن مبارک ذکر میکنند که بسم الله الرحمن الرحیم هر یک سوره رو اولین آیتش بسم الله الرحمن الرحیم است. این قول اول است. قول دوم میگوید بسم الله الرحمن الرحیم فقط سوره فاتحه را یکم آیت سوره فاتحه است، اما در باقی مانده سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم این یعنی آیت دیگر سوره ها، آیت اول دیگر سوره ها نیست بلکه یک آیت الهیده است. و قول سوم میگویند مذهب ابو حنیفه و بعضی از علمای دیگر که بسم الله الرحمن الرحیم این آیت سوره فاتحه نیست و آیت دیگر سوره های اول آیت دیگر سوره ها هم نیست بلکه یک آیت مستقل است، بلکه یک آیت مستقل هست در سر هر یک سوره نوشته شده است و این خودش مستقل یک آیت است اما به دیگر سوره ها دخل ندارد. برای چی؟ برای اینکه اولین سوره مثلا فاتحه نظر بکنیم اولین آیتش الحمدلله رب العالمین است، بسم الله الرحمن الرحیم هم یک آیت است میگن لیکن به این دخل ندارد. و امام مالک رحمه الله گفتند قول چهارم که بسم الله الرحمن الرحیم این یک آیت قرآن در سوره نمل است. خیلی که گفتیم این همه میگن اجماع است که این آیت قرآن است. و بعد از این میگن که در بالای سوره ها نوشته شدنش این من باب تبرک است
تبرکاً بسم الله الرحمن الرحیم در اولی سوره فاتحه و دیگر سوره نوشته شده است و این از آیت قرآن حسابیده نمی شود، یعنی از قرآن حسابیده نمی شود و آیه اولی دیگر سوره ها یا که آیه مستقل هم نیست. این چهار اختلاف در باره این سوره و دلیل های زیادی است، لیکن ما به شما میگیم که بارک الله فیکم قول راجح و دلیل هاش رو ذکر میکنیم و میگیم که البته که بسم الله الرحمن الرحیم آیت سوره نمل آیت سومش است، اما مسئله دوم در بالای سوره ها آمده بسم الله الرحمن الرحیم، پیش از هر یک سوره آمده بسم الله الرحمن الرحیم، آیا آیت قرآن است و یا آیه اول هر یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم است یا نیست؟ قول راجح همین است که قولی بگویم مذهب ابو حنیفه است، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم آیتی هر یک سوره، آیه اول هر یک سوره بسم الله الرحمن الرحیم نیست، بلکه آیه اولی مثلا سوره فاتحه الحمد لله رب العالمین است و آیه سوره بقره یکم آیتش مثلا الف لام میم و غیره. اما بسم الله الرحمن الرحیم این خودش یک آیت مستقل از قرآن است و گذاشته شده است، یعنی این بسم الله الرحمن الرحیم که در بالای سوره ها نوشته شده است، گذاشته شده است پیش از هر یک سوره، این از قرآن است. مثل امام مالک نمیگیم که از قرآن است، بلکه از قرآن است، اما این آیت هر یک سوره نیست. بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول هر یک سوره نیست، اما از قرآن است. بارک الله فیکم. به این دلالت میکند حدیثی که مادرمون عایشه رضی الله عنها ذکر میکنند از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در امام بخاری آمده است که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز را میخواندند و شروع میکردند بعد از دعای استفتاح شروع میکردند به تلاوتی الحمد لله رب العالمین، یعنی الحمد لله رب العالمین گفته تلاوت میکردند، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند نمیخوانند. و این چنین حدیثی که از انس روایت شده است رضی الله عنه که امام بخاری و مسلم روایت میکنند، متفق علیه است، صحیحین روایت میشود که میگویند من در عقب رسول الله نماز خواندم، در عقب ابوبکر و عمر نماز خواندم که همیشه سوره فاتحه رو الحمد لله رب العالمین گفته در نماز جهریه میخوانند، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند نمیخوانند. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم آیت یکی از آیات اولی سوره فاتحه است و این چنین آیتی اولی دیگر سوره هم نیست. و این چنین باز دلیل قویش همین است که امام بخاری روایت میکنند از بارک الله فیکم ابی سعید الخدری رضی الله عنه که میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله روزی مرا دعوت کردند در مسجد که من نماز خونده ایستاده بودم، اول نمازم رو به پایان رسوندم و بعد از این رفتم. رسول الله گفتند چرا به نزد من در اولی که دعوت کردم نآمدی؟ ابو سعید الخدری گفتند کنت اصلی، من نماز میخوندم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک از سوره انفال یک آیت رو تلاوت کردند و گفتند که برای مؤمن ها ضرور است و واجب است که اذا دعوا الی الله و رسوله، زمانی که الله و رسولش دعوت میکنند اجابت کنند. اجابت کردن ضرور است، گفتند نصیحت کردند. و بعد از این گفتند که پیش از من از مسجد پیش از برآمدن به تو سبع المثانی را تعلیم میدم، یعنی قرآن را تعلیم میدن. و پیش از برآمدن ابو سعید الخدری به رسول الله گفتند ای رسول الله به من شما گفتید یک آیتی را از قرآن تعلیم میدم سبع المثانی را. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند بله، این آیت و این سوره الحمد لله رب العالمین است. یعنی سوره فاتحه را از کجا شروع کردند؟ از آیت اولش الحمد لله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم نگفتند. و این هم دلیل می شود که اولین آیت سوره قرآن بگویم از سوره فاتحه این بسم الله الرحمن الرحیم نیست، بلکه الحمد لله رب العالمین است. و این چنین حدیث دیگری که امام بخاری روایت میکنند که حدیث قدسی است که پیامبر صلی الله سبحانه و تعالی میگه قسمت الصلاه بینی و بین عبدی اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي فيقول الله حمدني عبدي واذا يقول الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي واذا يقول العبد مالك يوم الدين مجدني ربي. در همین جا الله سبحانه و تعالی گفته است که من سوره فاتحه را بین خودم و بین بنده ام تقسیم کردم و میگه زمانی که بندم الحمدلله رب العالمین میگوید، الله میگوید که گویا بنده من مرا حمد میگوید. الرحمن الرحیم بنده وقتی گفت، الله میگوید بنده من مرا ثنا میگوید.
مالک یوم الدین بگفت الله میگه بنده من مرا مناجات میکند. و همچنین در این سوره هم الله رب العزت و الجلال سوره فاتحه را از آیت اولش الحمدلله رب العالمین بیان کرد. پس مختصرا بار دیگر میگوییم که بسم الله الرحمن الرحیم این آیت قرآن است، از سوره نمل آیت 30 است. و اما در دیگر سوره ها پیش از هر یک سوره آمده را ما آیت اول هر یک سوره نمیگوییم، بلکه میگوییم این بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن است و مستقل خودش از قرآن است و در بالای هر یک سوره گذاشته شده است و از جانب الله است. بارک الله فیکم.